خب به نام خدا عرض سلام ادب و احترام خدمت تمامی بینندگان عزیز کانال نقشی سواران. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه کانال. با بررسی قیمت های سهمیه آزاد و دولتی فشنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، من چند روز پیش توی این اینستاگرام همینطوری داشتم به قول معروف چرخ میزدم، یه پیج شکاری بهش برخوردم که داشتم لوازم شکارش رو میدیدم همینجوری که چی داره چی نداره و دستم خورد، رفتم رو استوریاش دیدم گذاشته که فروش فشنگ ساچ بزنی. خب خیلی برام تعجب آور بود که یه لوازم شکار در اصلا قانونی نیسته که یک به اصطلاح لوازم شکاری بیاد فشنگ بفروشه، چرا که فشنگ فقط چه سهمیه آزاد چه سهمیه دولتی باید دست اصلی فروش بشه. این قانونشه. هیچ کس، حتی میبینید خود اصلی فروش هم حق نداره، یعنی علنا حق نداره بیاد آقا مثلا تو فضا مجازی بگه آقا فشنگ مثلا نمیدونم میفروشیم، تفنگ فلان موجود شد، تفنگ این موجود شد. ولی جالبه توی تلگرام دیدم یه نفر میاد همینجوری خوشگل میذاره، حالا من نمیدونم واقعا داستانش چیه، چرا که وقتی با یکی از دوستان اصلی فروش صحبت میکردم گفتش که ما اصلا حق نداریم که بیاییم مثلا استوری بذاریم یا پست بذاریم که آقا فلان اسلحه موجود شد، فلان چی موجود شد، قیمت اینقدر. اصلا اینا مجاز نیستن. خب حالا نمیدونم که واقعا اینا چجوریه داستانش، ولی خب به هر حال یادتون باشه که خیلی هم میتونن از طریق همین کلاهبرداری هم انجام بدن، چرا که از ناآگاهی مردم سوء استفاده میشه، چون مردم به هر حال نمیدونن که خرید و فروش اسلحه تو فضا مجازی جرمه. به هر حال اینا میگن خب جرمه دیگه، به هر حال ممکنه بعضیا کلاهبرداری کنن. به هر حال در هر صورت حواستون باشه. من خودم جز کسایی هم که میگم آقا مجازی خرید کنید، ولی تو بحث سلاح ساچ بزنی و مهماتش حتما حضوری اقدام کنید و توی این سایت ها یا حالا هر چیز برخورد کردید به هیچ وجه اعتماد نکنید. لوازم شکاری خواستید یا حتی اسلحه های پی سی پی فنری اینها خواستید، اینا مشکلی نداره، مجازه، خرید و فروشش تو فضا مجازی مجازه، ولی اسلحه های گرم و مهماتشون به هیچ وجه خرید فروشش مجاز نیست. خب داشتیم میگفتیم که من رفتم استوریش نگاه کردم ببینم گذاشته اینقدر، گفتم قیمت چنده، گفتش که 67,000 و خورده، 68,000 تومن. اصلا برق از سرم پرید وقتی این قیمتشو گفتم نکنه گرون شده. یه لحظه داستان چیه؟ بعد بازم سوالی کردم گفتن نه آقا سهمیه هنوز گرون نشده، نرخ همون ثابته. ولی خب یه مو شیاد اومدن واقعا اوف بر اینها باد. همین الانش آدم خیلی ها رو من میشناسم به هر حال جامعه شکارچی هم به هر حال میدونم، با شکارچی ها در ارتباطم. خیلی ها همین سهمیهشون که دونه 40 خردیه نمیتونن بگیرن، بعد شما می آزادش دونه 67 تومن میفروشید. و اصلا ببینید کلا یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم اینه که سهمیه آزاد با سهمیه اه، دولتی تفاوتش 10,000 تومنه. بریم و عکساشو اول ببینیم که قیمت سهمیه دولتی چنده، قیمت سهمیه آزاد چنده، برمیگردیم. همونطور که دیدید سهمیه آزاد با دولتی تفاوتش به تقریب 10,000 تومنه. یعنی مثلا الان سهمیه مثلا حالا حدودیشو میگم، چون مثلا سری اف رو
دیدید که 4380 بود ولی من 4400 گرفتم دیگه. حالا یعنی میشه دونه چقدر میشه؟ دونه 44000 تومن. حالا همین رو شما بخوای آزاد بگیری میشه خب مثلا 54000 تومن. ولی تو بعضی از استانا بلند شدن چیکار کردن؟ بلند شدن میان مثلا خود اصل فروش ها میاد سهمیه آزاد رو عقابا رو یه قیمت میده و شاین ها رو حالا یا گرونتر میده یا کلا. یعنی توی استان من تعجب کردم که گفته بودن کلا سهمیه فشنگ هر مدل بخوای آزاد 60000 تومن دونه ای. در صورتی میبینید دیگه اون شاهینش که دیگه گرون باشه 55 تومنه دیگه. عقابش و اینا دیگه میشه 54 53 52 اینجوری. حالا دیگه اون طرف بلند شده اومده مثلا گذاشته 68000 تومن دونه ای. واقعا من نمیدونم چه عرض کنم خدمتش. داد عقابم بود تازه. و هر حال این قیمت مهمات امسال بود و چه دولتی چه آزادش رو براتون گذاشتم تا اطلاع ثانوی. قیمتش اینه. ممکنه سری بعد بیاد مثلا 100000 تومن چون سهمیه تو همون سال زیاد تغییری نمیکنه. یعنی مثلا ممکنه سری بعد یا تا آخر سال 100 تومن 200 تومن یا 300 تومن گرون بشه. بیشتر از این یعنی رو کلش میگم نه اینکه مثلا رو هر فشنگی، نه مثلا رو 100 تا دونش هر 100 تاشو مثلا میخوای بگیری ممکنه 100 تومن 200 تومن مثلا 100 تا دونش گرونتر از سری قبلترش بشه. بیشتر از این دیگه تا حالا نشده مگر اینکه بره سال بعد مثلا گرونتر بشه که دیدید پارسال دونه 25 26 تومن چقدر بود؟ اینقدر بود. امسال شد دونه 40 خوردی. اینجوری و الا تا همون سال زیاد تغییر نمیکنه. این قیمتشون که گفتم حواستون باشه و سرتون بعضی کلاه نذارن. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. انشاءالله دیگه پستی نمیمونه. میریم واسه بررسی مستند شکار و شکارچی. انشاءالله از ویدیوی بعدی شروعش میکنیم چون خیلی مهمه. تو اون پستا باید گفت که آقا آیا تکلول دلول، چون این سوالا پرتکراری هست. اونجا ما کامل شما رو به این آگاهی که باید برسید و میرسونیم. تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.